سلام و درود خدمت تمامی بینندگان محترم. ما در کانال شوهاز قصد داریم به معرفی شاعران و نویسندگان مطرح بلوچستان بپردازیم. سلام و درود خدمت استاد گرامی آقای محمد صدیق دهواری. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. امروز توفیق حاصل شد تا به محضر شما برسیم و در مورد زندگی نامه دانشمند فقید سید امان الله سیدزاده و همچنین کتاب ارزشمندی که ایشان در مورد بلوچستان تعریف کرده‌اند گفتگویی داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر و سپاس از حضرت عالی، همانطوری که اشاره فرمودید کتابی اخیراً چاپ شده، بلوچستان در ادوار تاریخ، بررسی جغرافیا، تاریخ، تمدن، زبان و ادبیات، فرهنگ و آداب و رسوم. این کتاب 4 جلدی است، توسط سید امان الله سیدزاده تالیف شده و من محمد صدیق دهواری با فرزند ایشان سید سیروس سیدزاده کار بازنویسی و ویرایش این کتاب رو انجام دادیم. در واقع سید امان الله سیدزاده یکی از شخصیت‌های طراز اول عمرانی میتونیم بگیم که در جامعه بلوچستان ایشون نخستین فردی بود که در حوزه عمرانی فعالیت داشتن. ایشون تحصیلات خودشون رو در مسلونگ پاکستان گذراندن. بعد از مدتی در واقع میتونیم بگیم اولین بلوچ ایرانی هم هست که در مسلونگ دیپلم خودش گرفته، در پنجگون مشغول به کار میشن. اون موقع مراودات مرزی بین ایران و پاکستان متداول بوده در دوره رضا شاه و موقعی که هیئت ایرانی میرن در پنجگون از مرزبانی و از فرمانداری از ایشان تقاضا میکنن شما بیا در ایران و پنجگون رو ویل کن. ایشان میان اینجا در سراوان در فرمانداری سراوان مشغول به کار میشن و بعدها در بانک ملی شعبه ارضی و بعدها شرکتی به نام ایتال کنسولت برای طرح‌های توسعه عمرانی و اجرایی و میاد در استان سیستان بلوچستان، هم در بخش سیستان و هم در بخش بلوچستان فعالیت میکنه. ایشون به استخدام این شرکت در میاد و بانک ملی رو ویل میکنه. بعدها با خروج این شرکت سید امان الله سیدزاده به عنوان معاون فنی استاندار در امور عمرانی تعیین میشن و بسیاری از راه‌ها و پروژه‌های عمرانی که در دوره پهلوی اول و دوم در مخصوصا پهلوی دوم در بلوچستان اجرا میشه، طراحشون، ارائه دهندهشون و کسی که عملیات میدانیشون انجام دادن سید امان الله سیدزاده بوده. مخصوصا برای اولین بار جاده بین چابهار و بندرعباس و اون مناطق جاس ایشون وجود پیدا میکنه و تا انقلاب که میشه تقریبا میتونیم بگیم که مدیر کل عشایری هم بودن. سید امان الله سیدزاده به زبانهای مختلفی مخصوصا انگلیسی تبحر داشته و تحصیلاتشون هم به زبان انگلیسی بوده. از این رو در دهه 70 با توجه به اینکه خانه نشین میشوند شروع به مطالعات میکنن. در اون مقطع هم که عرض کردم که جای بلوچستان و میتونیم بگیم که به جرات میتونم بگم که واجب بلوچستان ایشون هم سیستان و هم بلوچستان رفته و تحقیقات میدانی وسیع و گسترده‌ای رو انجام میدن و از دهه 70 شروع میکنن به اون تحقیقات خودشون رو تدوین کردن و مجموعاً تقریبا 2400 2500 صفحه نگارش داشتن تا اینکه در سال 1384 با توجه به اینکه باز هم مرز بود و سید عبدالحسین سجادی فرماندار وقت سراوان جلسه‌ای رو با طرف پاکستانی در بازارچه مرزی کوهک گذاشته بودن. در اون وقت من کتاب خودم سراوان شکوه گذشته رو چاپ کرده بودم. با سید امان الله سیدزاده از قبل هم آشنایی داشتم، منتها در اونجا ما کنار هم نشسته بودیم و بحث کتاب سراوان شکوه گذشته من پیش اومد. مثل این که بیشون گفته بودن، ایشون هم فرمودن که من کتابی رو دارم. خب من هم تصورم این بود که کتابش واقعا مثل یک کتاب آماده شسته و رفته که من فقط بتونم کار چاپش انجام بدم. بعد ایشون فرمودن که شما تشریف بیارید زاهدان. من رفتم زاهدان، تقریبا 24 تا کلاس رو تحویل من دادن و وقتی که من اونجا نگاه نکردم فقط یک صفحه رو باز کردن گفت خط من میتونی بخونی. خط بسیار قشنگ و زیبایی داشتم. من یک صفحه رو خوندم. ایشون با اعتمادی که داشتن کتاب تحویل من دادن و وقتی من اومدم شروع کردم، خب سید امان الله سیدزاده تحصیلاتشون که در ابتدا عرض کردم به زبان انگلیسی و اردو در مسلونگ پاکستان بوده و زبان فارسی رو نه در کلاس درس بلکه به صورت محاوره‌ای یاد گرفته بودن.
خب کار بسیار سختی بود. من هم با تاریخ و زبان و ادبیات بلوچی هیچ گونه آشنایی نداشتم و در واقع میتونم بگم که سید امان الله سیدزاده خدا آن رحمتش کنه منو با دریای فرهنگ و زبان و تاریخ و ادبیات و جغرافیای بلوچستان آشنا کرد و مطالعات منو به این سمت سوق داد. در نتیجه ما اومدیم کتاب از اول بازنویسی کردم، خط به خط، کلمه به کلمه، و تقریبا به جرات میتونم بگم که در طول کل این کتاب که الان 4 جلد هست شاید کمتر از انگشتان یک دست من جمله حذف کردم که اون هم دلایل خاص خودش را داشت. کتاب هم ما چاپ کردیم، بررسی جغرافیا، تاریخ، تمدن، زبان و ادبیات، فرهنگ و آداب و رسوم نامگذاری کردیم به عنوان بلوچستان در ادوار تاریخ. سید امان الله سیدزاده خدا رحمتش قبل از فوت یک مقدمه کوتاهی رو به عنوان خاطرات من ازشون خواهش کردم، تقریبا میتونیم یه هفته پیشش از درگذشتش در سال 1386 و به عنوان خاطرات یا مقدمه در کتاب آمده. کتاب بسیار خوب است. کسانی که میخوان بیشتر با فرهنگ و تاریخ و زبان و ادبیات و جغرافیای بلوچستان آشنایی پیدا کنن، مطالعه کنن، من توصیه میکنم این کتاب رو مطالعه بکنن که در برگیرنده تمامی این بخش‌ها هست. ضمن اینکه بسیاری از مطالبی که در این کتاب اومده برای اولین بار هست که به زبان فارسی از منابع انگلیسی درج میشه و منتشر میشه، و همچنین تحقیقات میدانی که خودشون داشتن و به عنوان یک تحلیلگر مسائل مختلف بلوچستان و سیستان رو در این کتاب تحلیل کرد.